بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام بیننده گرامی. با اسم نجیب است، از افغانستان مزاحم شما شدم. نجیب جان برادر عزیز بفرمایید. صرف میخواستم که پروگرام های شما تشکری بکنم تشکر و ما همیشه پروگرام های شما رو تعقیب کردم. صرف میخواستم بگم که هر حرف شما و هر کلمه‌ای که شما میگین مشت کوبنده در دهان مشرکین است و در دهان رافضی هایی هستند که به خاطر نابودی اسلام و مسلمین کار میکنن. تشکر از شما نجیب جان، الله متعالفتون کنه. سپاس بسیار زیاد از شما. صرف میخواستم که همراه شما هم کلام شوم و بسیار زیاد تشکر از شما و خداوند متعال اجر دنیا و آخرت نصیب شما. آمین. سلامت باشید. منم خوشحال شدم از اینکه شما زنگ زدین به شبکه. تشکر از شما. و چیزی دیگر میخواستم بگم آقای انصاری که در افغانستان هم فعلا مردم بسیار مشتاق همین پروگرام‌های شماست و در این حال پروگرام‌های شما رو تعقیب میکنن. الحمدلله. یک بیداری به وجود آورده در بین مردم موحد و ان شاء الله بسیار کسا به طرف توحید روی آوردن و در این حال هم کسایی که دشمن اهل بیت هستند، دشمن صحابی جلیل القدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستند، دشمنان از او الان میخواین که او چیزی که به حساب میخواستند که اونا رو توهین کنن، از این کار توهین و کارهای ناروا دست برداشتند که بسیار انشاءالله یک کار بسیار خوب است و انشاءالله یک اجر بسیار عظیم است. انشاءالله اجرش خدای پاک بر شما میده. آمین آمین. جزاک الله خیر. تشکر برادر عزیز، الله متعال فتون کنه. سپاس میکنم. خدا سپاس از شما. خدا نگهدارتون.